50 عبارت بسیار کاربردی و مهم در زبان پشتو برای افراد مبتدی که در مکالمات روزمره بسیار موثر هستند. داری سره د پښتو ژبې زده کړې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زه علي ستاسو ښوونکی او دلته د خوږې پښتو ژبې درس ورکوم. سلام عزیزان، وقتتان خوش. امید که جور صحتمند باشین. در این ویدیو 50 عبارت از زبان پشتو را با هم کار میکنیم که در مکالمات روزمره بسیار موثر هستند. اما پیش از اینکه درس را آغاز کنیم، لطفاً برای اینکه این ویدیو بیشتر دیده شود و به عزیزانی که مانند شما علاقه‌مند به زبان پشتو هستند رسیده شود، لطفاً ویدیو را لایک کنید. تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. خب، اولین عبارت سهار مو بخیر. سهار مو بخیر به معنای صبحتان بخیر. مو به معنای تان هست. سهار به معنای صبح. سهار مو بخیر، صبح بخیر. مهربانی وکړئ زما وروسته تکرار کړئ. لطفاً بعد از من تکرار کنید. خا غرمه ولرئ. خا غرمه ولرئ. خا و یا شب به معنای خوب. غرمه ظهر ولرئ داشته باشید. ظهر خوبی را داشته باشید یا همون ظهر بخیر. ماخام مو بخیر و یا ماشام مو بخیر به معنای عصرتان بخیر. ماسپخین مو بخیر. ماسپخین مو بخیر یعنی که بعد از ظهرتان بخیر. خا شپا ولرئ. خا شپا ولرئ و یا شپا ولرئ. شب خوش و یا شب خوبی را داشته باشید. سهارنی دودی چمتو ده. سهارنی دودی چمتو ده. صبحانه حاضر است. سهارنی به معنای صبحانه است. دودی نان. نان صبح یعنی که همون صبحانه. چمتو ده حاضر است. د غرمی دودی چمتو ده. نان ظهر آماده است یعنی همون نهار. غرمی دودی نهار چمتو ده آماده است. ماخامنی دودی چمتو ده. شام و یا نان شب آماده است، حاضر است. ماخامنی و یا ماشامنی دودی چمتو ده. شام حاضر است. عبارت بعدی است. څنګه خواخوی. څنګه خواخوی هر طور که راحتی، هر قسم که راحت هستی. څنګه همون طور و یا طوری که شما خواخوی خوش هستین. همون طور که خوش هستین، هر طور که راحت هستین. څنګه چې مو زړه غواړي. څنګه چې مو زړه غواړي هر رقم خوش داری. څنګه چې طوری که شما تان زړه غواړي علاقه دارید، خوش دارید. قسمی که خوش هستید، هر طور که خوش هستید. ډیر ښه بسیار خوب. ډیر به معنای بسیار. ښه و یا شه به معنای خوب است. ډیره مننه. ډیره مننه. بسیار تشکر. یک عبارت بسیار زیاد استفاده میشه، کاربردی است. مننیتا ارتیا نشته. مننیتا ارتیا نشته قابل تشکر نیست. مننیتا تشکر. ارتیا به معنای ضرورت. نشته نیست، ضرورت به تشکر نیست یعنی که قابل تشکرش نیست. مبارک موشه. مبارک موشه. مو به معنای تان هست. مبارکتان باشد. بریالی اوسی. بریالی اوسی موفق باشید. غوره چانس. غوره چانس شانسی خوب. شانسی خوب برایتان میخوایم. غوره عالی، خوب. چانس که همه معنی چانس میده. غوره چانس شانسی خوب. نیکی هیلی. نیکی هیلی. هیله به معنای آرزو هست. هیلی آرزوها جمع بسته شده. نیکی بهترین آرزوها را برایت میخوایم. بهترین آرزوها. نیکی هیلی
ژوندی اوسید. ژوندی اوسید. زنده باشید. پایدار باشید. زنده باشید. زما پزره پوری خواره سبزیجات دی. زما پزره پوری خواره سبزیجات دی. غذای مورد علاقه من سبزیجات است. زما پزره پوری غذا مورد علاقه من. زما ضمیر ملکی است به معنای مال من، از من، برای من. زما پزره پوری مورد علاقه من. خواره به معنای غذا. سبزیجات دی. سبزیجات است. شما میتونید در این قسمت از غذای مورد علاقه خودتان رو بنویسید. زما پزره پوری خواره پلو دی. برای مثال زه د پښتو ژبې سره علاقه لرم. زه د پښتو ژبې سره علاقه لرم. من به زبان پښتو علاقمند هستم. زه به معنای من د پښتو ژبې به زبان پښتو سره زه همراه پښتو علاقه دارم. من به زبان پښتو علاقه دارم. زه د کتابونو لوستل خوښوم. زه د کتابونو لوستل خوښوم. من کتاب خواندن را خوش دارم. لوستل به معنای خواندن هست. مصدر فعل استفاده شده. د کتابونو لوستل خواندن کتاب را خوښوم و یا خوش دارم. کولی شي راته ووایي. کولی شي راته ووایي. کولی شي یعنی ممکن هست. راته ووایي به من بگویی. ممکن است به من بگویی. اندیښنه مکوه. اندیښنه مکوه. نگران نباش. تشویش نکن. فکر نکن. اندیښنه مکوه. دا مکوه. دا مکوه. این کار را مکن. این کار را نکن. ببخشی. وبخشی. ببخشید. معذرت میخوایم. ببخشید. اړیکه نیول. اړیکه نیول. در تماس باشید. اړیکه نیول. در تماس باشید. زه وږیم. زه وږیم. من گرسنه هستم. وږی به معنای گرسنه است. زه به معنای من یم فعل کمکیش هست به معنای هستم. زه چمتویم. زه چمتویم. من آماده هستم. هو ارو مرو. هو ارو مرو. بله البته. هو ولی نه. هو ولی نه. او به معنای بله. ولی چرا که نه. ولی نه چرا که نه. خرغلست و یا شرغلست به معنای خوش آمدید. خرغلست خوش آمدید. دیر پخوا. دیر پخوا. بسیار سابق. بسیار گذشته. دیر به معنای بسیار. پخوا گذشته سابق. تا لما سر زی. تا لما سر زی با من میروی. همراه من میروی. زی به معنای رفتن میروی. تا دا پیژنی. تا دا پیژنی. تو را میشناسی. زه دیر خوشیم. زه دیر خوش و یا خوشیم. من بسیار خوش هستم. مهربانی وکړئ وروسته بیرته زنګ راته وهلی شي. مهربانی وکړئ وروسته بیرته زنګ راته وهلی شي. لطفاً بعداً با من تماس بگیرید. دا جوړولی شي. دا جوړولی شي. میتونی جورش کنی. میتونی این را جور کنی. لما سره مرسته کولی شي. لما سره مرسته کولی شي. میتوانی امرای من کمک کنی. مهربانی دا خبره بیا تکرار ولی شي. مهربانی دا خبره بیا تکرار ولی شي. لطفاً میتونی تکرارش کنی. هر څه بسم شي. هر څه بسم شي. همه چیز درست میشه. همه چیز جور میشه. سمده. اوکی درست است. سمده. ایله کوم. ایله کوم.
لطفاً. زنگ وهل، زنگ وهل، تماس بگیرید، زنگ بزنید. ببخشید سنگه، ببخشید سنگه، ببخشید چطور. داسا لپاره، داسا لپاره، برای چه، برای چه. لپاره به معنای برای هست. بیا با سرگورو، بیا با سرگورو بخیر، دوباره میبینمت بخیر. بیا با سرگورو بخیر. دزان خیال ساته، دزان خیال ساته، مراقب خودت باش. ز لیک پختو پوهیگم، ز لیک پختو پوهیگم، من کمی پشتو میدانم. لیک به معنای کم. خدای بخیر کردی، خدای بخیر کردی، خدا خیر خواهد کرد، خدا خیر خواهد کرد. پمخ دیخه، پمخ دیخه، پیش رویتان خوبی. خوب عزیزان، این بود درس امروز ما. 50 عبارت کاربردی در مکالمات روزمره زبان پشتو. پیشنهاد میکنم که در کتابچه‌تان بنویسین و روزانه او را تکرار کنید. اگر از این ویدیو خوشتون آمد را لایک کنید و اگر میخواین زبان پشتو رو بیاموزین چینل ما را سابسکرایب کنید و زنگوله هم فشار بدین تا از درس‌های جدید عقب نمونید. تا راتون کی درس بری، ده خدای پامان.